خود من مورد حمله افشاگرانه هستم علالدوام. علیرغم اینکه از افشاگری آسیب میخورم اما با افشاگری موافقم. چرا؟ اصلا بذارید که شخص من مورد حمله و انتشار اسناد و عکس ها و امثال هم قرار بگیره، اشکالی نداره. اما چرا باید با افشاگری موافق باشم؟ چون در حقیقت قدرتی هست برای پیشبرد وضعیت. ما با پنهان کردن حقیقت وضعیت رو به سیاهی میکشونیم. افرادی هستند که به افشاگری میگویند سیاه‌نمایی یا به اصطلاح غربی ها اسکندل پالیتیک، در حالی که افشاگری اگر مستظهر به حقیقته وضعیت رو تغییر میده. مسئله اینجا شیوه انتشار حقیقت نیست، مسئله اینجا خود حقیقته و حقیقت قدرتمنده. اما اگر قرار است که افشاگری معطوف به حقیقت نباشه و ابزاری بشود برای پیشبرد و پنهانکاری وضعیت، اون دیگه ازش قابل دفاع میتونه نباشه. مسئله یه چیز دیگه است. مسئله این است که شما اگر فسادی از من میخواید، برید لیست کنید، سند آماده کنید، اصلا سند آماده نکنید، نسبت به حقیقت حرف بزنید. اما وقتی زن مردم رو عکسش منتشر میکنید، یک چیزی رو دارید پنهان میکنید. من با افشاگری موافقم. کل زندگی شخصی منو منتشر کنید، پرکیس‌های بیمارستان تهران رو همزمان منتشر کنید. هر چی، اصلا بیاد اتاق خواب من منتشر کنید. شما چی رو دارید پنهان میکنید؟ اتفاقا با افشاگری دارید حقیقت رو پنهان میکنید. چون ما یک افشای حقیقت و مسئله اصلی داریم، یک جار و جنجال برای ندیدن مسئله اصلی داریم. من طرفدار افشاگری ام به دو دلیل. یک، هر لحظه که ما حقیقت رو وارد ماجرا بکنیم، وضعیت حتما بهتر میشه. اونهایی که معتقدن افشای وضعیت منجر به سیاه‌نمایی میشود، اتفاقا مردم رو دارن ناامید میکنن. چرا؟ چون توی این لحظه اگه من تو پشت این تریبون حقیقت رو گفتم، مردم میگن وقتی حقیقت گفته میشه شاید عمل هم بشه. اگه میگیم تو ایزانی آب نیست، اگه میگیم معدل امید به زندگی در بلوچستان 10 سال کمتر از تهرانه، اگه میگیم 3.5 میلیون بچه درس نمیخونن، اگه میگیم 55,000 بچه شناسنامه حتی ندارن در بلوچستان، اگه این حرفا رو داریم میزنیم، چون داریم میزنیم شاید یک کامیتمنتی بهش داریم، یه چیزی در موردش میخوایم بگیم. اگه میگیم فلان مسئولین در فلان جا ویلا ساختن، همه لوازم ویلای مسئولینه، البته هم چپو بگیم هم راست، نه فقط چپو، همه رو میگیم، در اون لحظه حتما یک کامیتمنت، یک تعهدی به تغییرش داریم. اگه نمیگیم که اصلا چه تعهدی به تغییرش داریم، قرار بود پشت حل بشه که الان حل شده. نکته دوم، ما یه تصوری ایجاد کردیم از فساد. من معتقدم برعکس، اصلا فساد زیاد نیست. اصلا آن چیزی که زیاده قوانین، برنامه‌ها، ساختار به نفع برنده ها. فساده یا کل بازی به نفع شماست. من طرفدار افشای وضعیتم، نه افشای فساد. فساد یعنی امر غیر قانونی. ما امر غیر قانونی میگم نداریم، ما فساد داریم، امر غیر قانونی نداریم. مشکل تو خود قانونه. قانون به نفعشه. مجلس رو برده، همه چی به نفع خودش تصویب می‌کنه. همه چی. یقه فساد ما بگیریم یا یقه افشای وضعیت رو. یقه قوانین رو، یقه رگولاتوری رو، یقه قواعدی که علیه ماست. افشاگری خوبه ولی معطوف به حقیقت. افشاگری فردی بد نیست ولی مسئله ما نیست. افشاگری وضعیت مسئله نیست. و برای اینکه به افشاگری وضعیت برسیم نیاز به یک امر و هماهنگی جمعی داریم در تعهد به حقیقت. آنچه میگیم حقیقت باشه و از حقیقت